سلام دوستای عزیز. با اینکه گفتم تمرینا رو حالا سعی می‌کنم بشه که پی دی اف اینا قرار بدم، چند تا تمرین اینجا حل کنیم. البته میگم روش کار چطوریه. ببینین یه کتابی هستش که شما میدونم که کتاب به هر حال گرون هستش اینجا، ولی شاید توی مثلا حراج و اینا بتونیم بخرین کتاب رو، که به شکل دیکشنری تصویریه، فرهنگ لغت تصویریه. یا کتابایی که مثلا مال بچه‌هاست تو کتابخونه هم میتونین امانت بگیرید. اینها رو بیاین واژه ها رو توش پیدا کنید، نه حالا دیتیل مثلا واژه های هر جایی رو نه، ولی اون چیزایی که بیشتر مورد نیازه، مثلا اون چیزایی که میپوشیم، لباس هامون، اینها رو پیدا کنید و بعد باش جمله بسازید. خیلی خوب. حالا من میخوام اینجا چی کار کنم؟ میخوام همین کار رو بکنم، یعنی بیام تو این تمرین برای شما بگم که مثلا خب توی اینجا بگید که یاز ایمام رو دیگه میدونی من دارم، تی ایماش تو داری، اون ایما اون داره، اونا ایما اون خانم داره. خیلی خوب. حالا شما بیاید اینجا بگین که ما دوتا یه دونه کلاه داریم. میدوبا ایما و آفرین چی؟ کلوبوک. تموم شد رفت. خب بعد پس کلوبوک چون جاندار که نیست که. حالا بیایید بگید که شما دوتا کلاه دارید. پس میگین که ویدوبا ایماتا، شما دوتا مثلا دوتا کلاه دورش رو اینجا نمیگیم دیگه، شما دوتا در اون دوتا کلاه دارید ها. ویدو با ایماتا کلوبوکا. درست شد؟ خیلی خوب. بعد میایم اینجا چی میگیم؟ کلوبوکی. خیلی بعد بگیم که اون دوتا مثلا دو نفر رو دیدین، میگین نگاه کنین دوتا این دوتا مثلا چند تا کلاه داره. پس میگین که آنا دوا ایمان تا کلو او که. آفرین. دیگه با توجه به اون ویدیو که توضیح دادم توی حالت چترتیز کلون قرار میگیره و این پایانش تبدیل به ا خواهد شد. درست شد؟ تو حالت جمع مذکر. خیلی خوب. بعد بریم پس. خب بگید که من یه دونه سگ دارم. ایمان پسا. آفرین. ایمان پسا به خاطر که جان داره دیگه. خیلی. حالا میخوام بگم که مثلا سارا دوتا سگ داره. سارا ایمان پسا. اینجا شبیه هم میشن. شما با توجه به متن یا اینکه داره به چه چیزی اشاره میکنه یا اینها، یا میبینید اون دوتا سگا رو، بعد دیگه دربارش حرف میزنید دیگه. خیلی خوب. بعد بریم سراغ پسی. خب میخوام بگم که مثلا حالا علی ایمان پسه. علی چند تا سگ داره، پس علی ایمان پسه. درست شد؟ خیلی خوب. خب توی همین تمرینمون بیایم سراغ هیشا. درست شد؟ هیشا. حالا بگید که ما یه خونه داریم. می ایمامو هی شو. آفرین. کی بود گفت هیشا؟ اون نخونده اون درس قبلی رو. از این هیشو. بعد بریم سراغ چی؟ بگیم که شما مثلا میگم به شخصی رو محترمان خطاب کنم، میگم شما حالا دوتا خونه دارید. میگم که وی ایمات هیشی ها، شما چند تا خونه دارید. و میخوام بگم که اونا چند تا خونه. اونی ایمایو هیشه. این دیگه فرق نکرد، همون اونا مثلا شما دو تا خونه دارید، اونا چند تا خونه دارن. حالا میخوام بگم که من یه سیب دارم. میگم که این در واقع یاز ایمامه ها، نمیتونم میگم ایمام. یاز ایمام یا بکن. خیلی. حالا میخوام بگم که مثلا تو دوتا سیب دارید. تی ایماش
یابو کی. درست شد؟ و حالا میخوام بگم که اینجا مثلا اونا درباره خانم حرف میزنم به جنس مؤنث. اونا ایمان یا بو کا. درست شد؟ یا بوک. چون اینجوری شد یا بوک. خیلی خوب. پس این از این. خیلی خوب بچه، چند تا مثال دیگه. دچک یه پسر بچه است ها. اگه بگم ملاد دچک، اون وقت دارم میگم که مثلا یه پسر در واقع طبعا نوجوانی هستش. خب دچک. حالا میگم که مثلا دی، حالا من اینجا با ایماش میگم چون این فعل رو یاد گرفتیم دیگه ها. تی ایماش دچ کا. آفرین. برای اینکه این دچک یه ایه که قبل از آخرین حرف صدادارمون قرار گرفته، این ایه اینجا میاد در واقع تبدیل میشه به آ. خیلی خوب. حالا تی ایماش دچکا اگر که دوتا باشن مثل هم میشه، با توجه به کانتکست دیگه متنمون میفهمیم. و مثلا میگم می ایمامو دچکه، ما بچه هایی داریم. درست شد؟ حالا بنانا میگم که مثلا سارا ایمان بانانو. آفرین به اونی که زود گفت بانانو، یعنی درس قبلی رو یاد گرفته دیگه. درسته؟ این درس رو یاد گرفته. بانانی. حالا میگم که مثلا علی ایمان بانانی. دو تا موز داره بانانی. خیلی خوب. و میخوام بگم که ما چند تا می ایمامون بانانه، ما چند تا موز داریم. خب بریم سراغ ماچکا. خب میخوام ببینید بچه یه ماچکا، اگه من بگم که مثلا ایمام ماچکو، یعنی من یه دونه در واقع گربه دارم. یه ایمام ماچکا هم هستش که کسی که سرگیجه داره، اون فرق میکنه با این یکی. خیلی خوب. بریم سراغ خب مثلا میگم که علی مثلا ایمام ماچکو. بعد من میگه نه این جاندار باشه، جاندار هست ولی توی مؤنث دیگه، پس همون قاعده این که آخرش آ میشه او رو میگه. خیلی خوب. حالا میگم وی دوا ایماتا ماچکی، شما دوتا گربه دارین. و دیگه چی اینجا بریم؟ خیلی خوب. حالا همش میرم نگیم، بگیم که مثلا اونی ایمایو ماچکه، اونا چند تا در واقع گربه دارن. پس این رو توجه داشته باشید. خسته نباشید. تا جلسه بعد. خداحافظ.